سلام رفقای من، حالتون چطوره؟ من هستم توی چه مثلا به یه ویدیو جدید خوش اومدید. امروز براتون توی این ویدیو یه چالش فوق العاده خوب و باحال آوردم که این روزا توی اینستاگرام ترند شده و هممون شاید یک بار توی اینستاگراممون دیدیم یا میبینیم هنوزم که دیگه داره ما رو سرویس میکنه. انقدر این چالش هستش. اونم چالشی نیست جز چالش My name is بدون هیچ معطلی میریم سراغ ویدیو، ادامه ویدیو. ولی یادتون نره که شما حتما با من به این شرکت کننده امتیاز بدید تو کامنت و اینکه یادتون نره وسطای ویدیو دکمه لایک رو بزنید، کامنت رو بذارید و اگه چنل سابسکرایب داری من اولین بار میبینی حتما چنل سابسکرایب کن و اون زنگولم بزن که هر موقع ویدیو میذارم پیغامش وسط بیاد. گوش به کله زیباتون، دوستتون دارم زیاد. بزن بری. خب آقا، شرکت کننده اول ایرانیه. واو واو واو. چند بهش بدیم حاجی؟ برای شروع ترکوند 8 9 9 بهش بدیم. 9 بهش بدیم. خیلی دماغش عمل کرده. خب ولی خب واسه خودش شاخیه. 9 بهش میدیم آقا. شما تو کامنت ها بگین چه امتیاز دارین ایشون ها. این نه ایشون. واو واو. نگاه استیل گنگو، نگاه ترکیب و رنگو. مگه میشه آدم به این کم امتیاز بده؟ چرا انقدر ما خوب داریم؟ 8. بله 8 میدم. خیلی خوب دارم میشن. بابا بی خیال. واقعیه؟ 10 میدم من. خیلی خوبه. تمام 10 تمام میگیری. مبارکت بشه. نه حالا امتیازی میگیری ولی خب مثل قبلیه که نمیتونی امتیاز بگیری. 7 ندادیم به کسی، یه 7 هم به ایشون میدیم بره حالشو ببره. 7. ایرانیه؟ نگو که ایرانیه. آجی خدا وکیلی این عمل نکرده. فقط یه خورده لباش گنده شدم. لباش گنده بود، یه خورده فقط برجسته تر شده. دماغش هم که عمل نیست. نکن بچگی همون اندازه الان عالی است. 10. ایشون هم 10 میگیره. بس دوتا تا اینجا 10 داشتیم. دوتا شرکت کننده تاپ، بی‌نظیر، عالی، طلا. خیلی بیلی شد. خیلی شد. خیلی بزرگ شد. دستش درد نکنه. امتیازی که من به ایشون میدم امتیازی نیست جز امتیاز 5. بله. اولا خودتونید، هیزم خودتونید، همه چی هم خودتونید. این عینک روشن بینی رو میذارم کنار. 5 دادم. برو حالشو ببر. دفعه که دیگه باشی نگی حسام حول نیستم. 5 برو خیرشو ببینی. ناعادلانه است بازی، همینه که هست. داور مسابقه وقتی میگه 5 تمام بس کن دیگه. تمام بریم بعدی. من از زندگی ناامید شدم. من دیگه میرم. چقدر خفن شدین. خفن بودین البته، خفن تر شدین. 10 خب زیاده و اینکه اسراف میکنیم در امتیاز دادن. 9 بهش میدیم ایشالا که سری بعد تلاش کنه 10 بگیره. 9. آره 9 بهش میدم. خارجیه. چرا همه چی خارجیش خوبه؟ کیفیت دیدین 4K بود لامصب. به عینک روشنبینی نیاز بود ولی خب چون که شما میگید من حولم، من دیگه عینک روشنبینی نمیذارم. ببرید چند من عینک روشنبینی دیگه نمیذارم. نه میذارم. شوخی کردم. نه نمیذارم. خود درگیری ذهنی دارم من با خودم. بهش چند بدیم بچه‌ها؟ ناراحت نمیشین اگه بهش بدم 10 بهش بدیم. گناه داره. خارجی‌ها بیگناهن.
بهشون بدیم 10. ولی خب به پای اون اولی نفری که 10 گرفته نمیرسه، خیلی نچرال بود، خیلی 10 هم بهشون میدیم، مبارکشون باشن. شرکت کننده بعدی یه حسی بهم میگه این شبیه ایرانی هست. چرا یه حسی بهم میگه این ایرانیه؟ متاسفانه یه ایرانی هم فالو نداره و ایرانی نیست. بهشون میدیم همون 8. بسش دیگه، خب چیکار کنه دیگه، همون 8ش رو بده دیگه. خیلی عمل کرده، خیلی آرش کرده و اینکه بچه‌ها میدونن در جریان هستن که هیچ تأثیری در برنده شدن در مسابقه نداره. بچه‌ها در جریان هستن، اگه شرکت کننده میشناسن، مسابقه رو میشناسن و اگه از سابسکرایبرها قدیمی هستن میدونن من چی میگم. اگه که نمیدونید برید بقیه چالش‌ها رو نگاه کنید، من رفتم میگم امتیاز. بله میریم بعدی. پریام خوبه، پریا باشه، کنار دریا باشه. به ایشون میدم 8. نه تاپ بود نه پایین بود، اصلا کلا های بود. خوب بود ولی چیز خاصی نبود که بگم واو. بچه ها میدونن واو خیلی ترسیده، بگم واو. به ایشون هم میدیم 8 دیگه. من به چند نفر 10 دادم دیگه، اون چند نفر باید دیگه قدر منو بدونن. و آخرین شرکت کننده، این از جون ما چی میخواد؟ این تو ویدیو قبلی هم بود. این از جون ما چی میخواد خدا کی؟ آجی نگاه کن، پسر بود، این واقعا تغییر جنسیت داد، دارک شد اصلا قضیه. سیبیلا رو کن سبز شده، سیبیلا رو ببین آقا سبز شده. نکن یه بار دیگه پلی بده، سیبیلا سبز شده. نکن پسر این چی شد اصلا، دارک شد قضیه. ممنون که تا اینجای چالش با هم بودید. کامنتاتون رو میخونم که چه امتیازی دادید به اینا و اگه من امتیازم حق بوده حتما بنویسید. حق تو کامنت بیارید، حق بیارید تو کامنت، حق حساب بوده این امتیاز بده. و یادتون نره که اگه دوست دارید چه این سبک ویدیویی یه خورده بازترش کنیم همین چالش رو، حتما بگید تو کامنت، بازم براتون بگیرم. یادتون نره لایک کنید. آمار لایکا بازیدا داره دوباره ریزش میکنه متاسفانه یوتیوب، نمیدونم با ما ایرانی‌ها چه لجی داره. حتما کامنت انگلیسی بذارید تا بالای کامنتاتون. لایک کنید وسطای ویدیو، اول ویدیو لایک میکنید فکر میکنم رباتین، لایکتون رو میپرونه. و اگر چنل من سابسکرایب ندارید، منو برای اولین بار میبینید، چون آمار نشون میده که بیشترین ویوها و بیشترین بازدیدها از کسایی که چنل شما رو سابسکرایب ندارن. حتما چنل سابسکرایب کن، اون زنگوله هم بزن که هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشی. زنگوله رو بزنی با خبر بشی. تا ویدیوی بعدی و من بعدی، دوستتون دارم. موچ به کله زیباتون. خدافظ.